روند کار اعمار فاز اول مجتمع رهایشی قطر واقعی از ساحه خوشحالخان مینه شهر کابل جریان دارد و تا اکنون حدوداً 60% کار این پروژه به پیش رفته است. پس از تحول با سعی و تلاش‌های مسئولان امارات اسلامی افغانستان، چالش‌ها و مشکلات مجتمع رهایشی قطر رفع شده و اکنون کار این پروژه بزرگ دوباره آغاز گردیده است. این مجتمع رهایشی به مثابه یکی از مهمترین پروژه‌های رهایشی در شهر کابل میباشد که هزینه اعمار آن حدود 110 میلیون دلار آمریکایی از کمک بلاعوض مؤسسه خیریه الغرافه تمویل می‌گردد. محترم مولای حمدالله نعمانی سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی با تیم همراهش در فصل بهار سال 1401 خورشیدی از ساحه پروژه قطر در خوشحالخان مینه شهر کابل دیدن نموده و با مسئولان و انجینران بخش مربوطه دیدار بر شروع مجدد و سرعت کار در این پروژه تاکید کرد. پروژه قطر از جمله پروژه مساعدتی هست که از طرف کشور دوست کشور قطر تمویل میشه. این پروژه در ناحیه 5 در ساحه خوشحالخان قسمت علف خوشحالخان مینه این تطبیق میگرده. انجینر میوان شیرزاد انجینر بخش نظارت در امور ساختمانی مؤسسه الغرافه میگوید که این مجتمع رهایشی در مساحت مجموعه 32 جریب زمین بوده که شامل 8 بلاک 12 منزله رهایشی با داشتن 768 واحد مسکونی، 7 بلاک تجارتی 5 منزله، 3 بلاک 8 منزله، 1 محراب مسجد 3 منزله، 2 باب مکتب ذکور و اناث 3 منزله، 1 دارالایتام میباشد که به صورت اساسی اعمار میگردد. این شهرک قطر که از طرف الغرافه تمویل می شود مالی 8 بلاک رهایشی دارد و 12 منزل که هر بلاک 97 آپارتمان می باشد و 10 بلاک کامرشال بیلدینگ می باشد. آقای شیرزاد همچون اظهار داشت که قرار است این پروژه در 3 فاز اعمار گردد و اکنون کار عمرانی در فاز اول جریان داشته و با تکمیل شدن این فاز کار فازهای دیگر این پروژه طبق پلان آغاز می شود. به گفته مسئولان و انجینران این پروژه کارهای 1 محراب مسجد تا اکنون 60%، 2 باب مکتب 70% و 3 بلاک رهایشی 35% پیش رفته و در حال حاضر 700 نفر مصروف کار در پروژه متذکر است که خود زمینه اشتغالزایی فراهم شده و بیشتر خانواده ها از این رهگذر لقمه نانی را برای فامیل خود فراهم کرده می توانند. 3 بلاک و 60% ساختمان مسجد شریف که 3 منزله می باشد به پیش رفته و 2 باب مکتب 70% کار امور ساختمانی هم به پیش رفته. باید متذکر شد که قرارداد اعمار بلاک های مجتمع رهایشی قطر میان مؤسسه خیریه الغرافه و شرکت های ساختمانی در زمان حکومت پیشین امضا شده و کار عملی آن در ساحه آغاز گردید، اما بنابر مشکلات پیش آمده کار آن متوقف گردیده بود.